6 جای شگفت‌انگیز جنوب ایران که قبل از مرگت نبینی باختی. یک دره رنگین کمان. اینجا حس می‌کنی وارد یه نقاشی زنده شدی. کوه‌ها و صخره‌هاش انگار با مداد رنگی نقاشی شدن. خلاصه یه جای جادوییه که باید با چشم خودت ببینی و آدرسش هم تو کپشن برات نوشتم. 2 گردنه اشاق. یه جایی که از اسمش معلومه دل آدمو میبره. میگن هر کی با عشقش بره اینجا دلش بیشتر بند میشه. 3 نخلستان آب پخش. یه تیکه بهشت وسط نخلای سر به فلک کشیده است. چون با این همه نخل و آب واقعا نفس آدمو تازه میکنه. 4 چشمه سبزپوشان که بهشت گم شده ایرانه. آب زلال از دل سنگ میجوشه. دور و برش پر از درخت و صدای پرنده است. یه جای آروم و دلنشین که خستگی رو از تنت در میاره. 5 دره ستارگان. اینجا زمین نیست. میگن این دره میلیون ها سال پیش با سقوط یه ستاره شکل گرفته. اینجا حس میکنی وسط مریخ و نپتون وایسادی. قبل از اینکه آخری رو بگم این پست رو لایک کن و بفرست برای اکیپت. 6 جنگل حرا. آمازون ایران. یه جنگل کامل که زیر آب دریا رشد کرده. این بازی آب و حیات خودش یه معجزه تمام عیار. باید قایق بگیری و بری تو دل این راز.